عزیزم بریم امروز چه خدمت دارم. تشکر فرمان جان. خودم امر خدمت اگه باشه ما در خدمت هستیم. عزیزم بسیار زیاد تشکر. فرمان قابلش نیست. خداحافظ عزیزم. خدا یارت. شان بچم سواد دکان لیست گرفتی؟ بله پدر جان امروز لیست میگیرم. درست است شان بچم یادت نره. شایان فرمان زیاد دیر کرد انشالله خیریتی باشه. پدر جان شور بیربارش حال خواد آمد. سلام پدر جان. علیکم سلام بچم زیاد دیر کردی؟ پدر جان شور که صاحب بیربار بود ناوقت شد معذرت میخوایم مقصد. خب خیر بچم گپی نیست. فرمان در روزا وضعیت شور خراب است. جواب گشت گذار نکن. درست است. راست میگه بچم شرایط خراب است. درست است پدر جان. آسو کدام دکان چون کنیم؟ بریم دکان رو برو را. بیا بچه ها سیگرت داری؟ سیگرت بله اول دارم. مدر فتیم به تاکسیدان انرژی بده بچه جانا بیادر پیش برم او بیادر پیسه بده. او بیادر پیسه بده. او بیادر اگر جان جور میخوره پس داخل دکان برو. رادر صاحب غفار بسیار دیر کرد. میایه لالا قربانت شو میایه. لالا رستم قربانت شو بچه آمده. بانش که بیا. غفار چی گم شده؟ چون لبوز کشان است؟ غفار بگو چی گپ است به ما بگو. یا اینه خنادر لالا امرایی که درگیر شده میخواستیم که حتما ببرمش اما مردم جمعش ما فرار داریم. تو کیست؟ نشناسی؟ تو کی است بگو به ما. نادر صاحب لالا این بچه دکاندار است. نامشم شایان است. بچه کامسمه. نادر صاحب یه دلیس بگی. بچه‌شون صاحب ولی دلیس میگیرم. یا نه خلاص شد صاحب. خدا خرابتان کنه. بابا چی گفتی؟ نه صاحب نه. نادر صاحب پس چرا خودت یک جایی میرم با شما؟ درست است صاحب. لالا رستم زنگ غفار است. بله غفار چطور است امرای کارابان؟ چون هم میای طرف افغانستان یک هفته بود. خواه خداحافظ بخیر بی بچه غفار سلام گفت تانه. قاسم نمار چه؟ بیرون است لالا آره نه. آره که بس کجا بوده بچه؟ کمی کار راست برو. قاسم قدی تو رو برو قشان شاید گفتن بیارم پیش من.
دست خالی پیش من نبین. برید. شایان مقدر بفهم چی کنه. هر روز از امرامه حالا همون نیست؟ اینه من خودش هست باندش که بیا خوبشی که آمدی. شما کی هستی بیادرها که دمری مرا گرفته؟ ما نفر لالا رستم هستیم. تو رو رستم خواستن. پیش که بخوب بریم. رستم کی است؟ از ما چی بخواید؟ حسین ما خوشم نمه پیشو که برید پیش که بریم پیشو یارش پیش تو بچه لوز رفت. اسبه شما فرار کرد. بریم بچه در خصوص ما این قانون است. کسی که وظیفه میده او انجام دادن نداره. مراد منو میخوره. خب اینجا نگپا. شما خود سر قبر چی بدن میخوره؟ در نفر آوردن نمیتونه. شما مراد منو میخوره. اگر سرسه شکست خورد مالم میره. اگر جانم شکست خورد جانم میره. بسته خیره ما رو ببخش. فقط یک چانس دیگه بده. در قانون بخش نیست. لالا مرا ببخش فقط یک چانس بده. من گفتم در قانون بخش نیست. تاری فایب ببر لاشا یک چخری پرتو سگا بخورشانه. راست میگه پو بریم چه یا که بریم. ما شکست قبول نداریم. شکست اجوا نمیپذیریم. فرمان ما راستی نماجور شیم. بله شاه خوب هستی سرمان کجاستی؟ من چشمه شفا هستم. چشمه شفا؟ سعی ما هم دکان قلب کنم میایم طرف تو. خیلی بیا همیشه بیا ما اونجا هستیم. بیا بازگرد نرم سعی خدا بست. سلام شما واسه خبری سلام خیلی برو که بریم شما برید فرمان کجا بودی؟ شایان پانتون بودم وقتی که زنگ زده بودیم از پانتون آمدم. فرمان دیروز نفرای رستم سر من حمله کرده بود مگم از دستشان فرار کردم. چند نفر بودن؟ 3 نفر بودن. رستم چی کاره است؟ او یک قاچاقبر است، آدم زورگیر است، رای کسی را میگیره، پیسه مردم را میگیره. چرا من وقت نگفتیم؟ فرمان من خود دشمندار شدم
مگر نمیخوایم که تو دشمن دار شوی. بله فرمان. میشنم شکر. رستم امروز موضوع انتقال میده، خواستم خبرت کنم. آجر خدا برسان. صحیح. خدا. زنگی کی بود فرمان؟ زنگ شکر بود. شکر کی هسته؟ شکر جاسوس رستم است که کل رازایش با من گفت. خواه یک جاسوس اون دوای نشانه است. بره. بچه متوجه خود باشید. امروز جوار میاد بگه باش تصمیم بگیر قلبتون رو میخوره. Düşürün! فرمان کن خواهی دارم برا که بره فرمان بیادم السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب شد آمدی فرمان که ما میرم مکتب سر من آوار شده. شوهرم بیشی که مکار دارم. بچه گپ نمیدونم. چی گپ شده؟ شوهرم 20 دقیقه وقت مکتب مانده. هنوز وقت است. برای از دمای گفتی که رستم امروی به دشمنی دعوت کرد و به تعقیب ماست. بچه خود یک روز نفرای رستم زده کارم آمد. از پیشم نشابه و سگرت خواست. ما برشان دادم. مگر برآمدن پیسه ندادن. باید شد؟ بعد از او ابروی من دشمنی گرفت. بخواست از پیش من جزیه بگیره. مگر من اجازه برش ندادم. او ما شناختی میخواه بسارم. یک روز سر راه ما آمدنی 3 نفر. خیرت از بیادرم چرا سرلای من نگرفتی؟ کی هستی شما؟ بخیر بچه خاله کجا میری با قجله؟ بیادر شما چرا دم رایم برگردی؟ دم رایم بر احلاک کنم کار دارم میرم. اول جیبان تلاش کنی گرنجی چی هست؟ بداری کنشه. نصیر راست میگه. گپ زیاد خوشم نمیاد. در میان کشمکش هرچی که داری بکش. در میان رو برو هرچی گفتی پس برو.
بخیال می از ما برنامه دم بدم جور کرده. گپ نفهمیدی؟ شما خو گپ نفهمیدی. حال شما دیگه قسم میفهمم. پیسه میخواستی ها؟ بگیرین پیسه. خب لطشان کردم. بنر خشار بولی. ما رفتم مکتب. خدا مهربان. دور بخیر بی. السلام علیکم پدر. و علیکم بچیم. اومدی بخیر؟ بیا بچیم. حیرت بود پدر جان. بچیم کاکایت بود زنگ زده بود کار داشت. بچیم خودت آمده شهان شد؟ نه درست پدر. یک 5 دقیقه شد بیا. بله؟ خوب است نوی جان جان جور است. صحت خوب است. بابا تشکر سلامت باشی. شناختم. صحیح است. خیر بینی تشکر قربان شم. ما برات با زوال بدم. صحیح خدا حافظ. بچیم کی بود؟ پدر یک دوستم بود از کابل زنگ زده بود. چی میگفت؟ چی کار داشت؟ اون میگفت بیا همراه من کار کن. یک شرکت دارم. بیا من ایست یک مدیر همراه من کار کن. اون کی از اون میشناسی تو؟ بله میشناسم نه. گل نوید نام دارم. اگه اجازه باشه پدر ما میرم کابل کار کنم. بچیم چی ضرور است که کابل بروی؟ همیشه همراه بیادر در دکان کار کن. بچیم چی ضرور است که بری؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. چطور بچیم؟ آمد بخیر؟ شما بیایی که درها یکم راهبندی بود. درباره چی گپ میزنی پدر جان؟ بچیم فرمان میخواد برای کابل کار کردن. کابل؟ کابل چی ضروری است که میری؟ در دکان همراه ما باش. بچیم شما باید خود گپ بزنید. من میرم کار دارم. درست است پدر جان. برو بخیر. چی میکنی کابل؟ و دوم دیگه پیش کی میری تو دوجا؟ شایان ما میخوایم کابل برم. پیش یک دوستم نوید نام دارم. او یک شرکت داره، شرکت سرکسازی. در بخش مالیش نفر کار داره. میخوایم امروز کار کنم. به نظر من پدرم از این کار ما تو خوش نشد. شایان من امروز یک مشوره میکنم. من راضی نیستم. درست است. یا خدا مهربان است. بیشک.
هر کسی هست در بین خودم باز که جاسوسی ما رو میکنه. راست میگی رستم، هر کسی باشه پیداش میکنه. حالا رستم تشویش نکن، من باید پیدا میکنم. خربزه رو قاش میکنم. آفرین نادر، آفرین. رستم عباس آمد. بخیر آمد اما جان. تشکر رستم، زنده باشی. رستم چرا یک رقم گرفته هستی؟ عباس من فرمان شما که بردار ساخته. لالا رستم فقط قماندیت کار است. عباس برو شما فرمان فقط برام بری. درست است لالا رستم. از چینی ها میپرسید که این خوب است یا بد. این خود آنها هستند که تشخیص میدهند، اما استبین روسیه را و جامعه مسلمانان در روسیه فرمان بچیم. بله فرمان بچیم وقتی نماز است تلویزیون تنگل کن بخیر نماز تا بخوان چه خوب میشه هم خدا خوش هم رسولش. درست است پدر. اینم میرم. ما بریم بچیم زود باش بلند شو وقت نماز است برای وقتم بیایی. واقعا که میگه پدر خوب است که مادر نازنین است، برادر میوه روی زمین است. فرمان جان شکر چرا میخوای ما را کمک کنم؟ شاید شکر بسیار یک بچه خوب است. 3 سال پیش بعد شکر یک متاسکه خریده بود. او افراد رستم ناجوانه از بین برد. حالا به می خاطر شکر میخواه که انتقام خود از پیش بگیره. به مو خاطر همراه ما همکاری میکنم و ما قسم خوریم تا که رستم همراه افرادش از بین نبردیم. فرمان جان انتقام به تنهایی گرفته نمیشه، یک جای بگیره. پرویز شایان زنگ بزن بچه‌ها بتل بش. خوب استی شایان؟ نشناختمت بیادر. ما آمده هستم یک کم کار دارم. در کجا؟ ما در کوچه هستم. اینم یک زود بیا. حالا میایه. پرویز تو زیر گپ بگیشه ما پت میشم. فهمیدی گپا؟ درست است. نشناختم بیادر. تو کی هستی؟ بره من در کم کار دارم. بیادر من کجا میبری؟ رستم این بلبلک آورد و بخشد. آفرین عباس خوب کار کردی. بالاخره تا چنگ محمدی. ما لازم میاره رخصت میکنیم. رستم
اگه این از بین ببریم فرمانه چه رقم با بدست بیاریم. الله رستم راست میگه. خباس پیشنا فرار نکنه. خباس متولی ازی باشه ما رفتیم. بله؟ فرمان شوران قید ماست حالتش بسیار خراب است. دم آدرسی که داده بودم عاجل که دادم آدرس خدا برسان. خداروسی دیدیم نمیشه علت کوب بسیار زیاد میکنن. خون پر از حالتش خراب است. سرمام فکر کنم که شک کردن. ما قدر زیاد وقت ندارم ما. درست است. خواه استم کار خود بگیرم. ای نامرد امروز به قطعا میفهم. باشه پسیم بگیره. بیادرم برای بچی حالت رسند. این مقصده که در خانه تو مداره نیست. این مقصده که باید تو دارش دوایشه درست هست، مشکل نیست. بذاریم مقصده بگیم دوای تاجلی که دوباره میر مریض هایت درست است. بفرم چطور هستی بلو؟ خوب هستی که من ساعت هم شده؟ بیادرم دوای را بکن. چشم بیادر پسی پایسا بکنم یا تشکر. سلام علیکم. بله ها دکتر صاحب حالت بیادرم چطور است؟ خوب شده؟ قابل تشویش نیست. سر شکمی ضربه خورده. دوایش از اون به داوطلب بتین برش ان شاء الله خوب میشه. بسیار زیاد تشکر. سپر بخدا. خب چطور است یاله؟ خوب شده اینه دوست؟ خوب است. این قضیه چه قسم سر شد؟ اون نامردا سرمه را جوری کردن. کی بودن و؟ نفرای رستم بود. رستم؟ خب ما قطعش میفهم که چی کنم. این روز آخرش باشه. در خدا میرم از جور میشه تشفیش نکن. بخواه که بریم بادا خوب شده شکن.
بله مشتم شکر. رستم امروی افرادش طرفش کوتل فرار کردن. طرفش کوتل؟ غفار امروش است. من مقصدم خبر اول دادم. تو تشویش نکن، مال میرسم. درست است سلام، مقصد گیر نمیم. برات خبر دادم از این طرفش خود میاد. سعی خدا حافظ. فرار که رستم از گیر ما کجا فرار میکنی؟ حال مفاوضم جاسوس کی است؟ کل راپورای مرا تو میدادی در فرمان نه؟ وقت ما کل گپای تا فهمیدیم. ما چیزی نکردیم. گپ نداره. رستم امروز گپ احترام میسازم. بگو چی شده؟ دلم بیقرار است. رستم این خواهین برآمد، امیال کچ فرمان گپ میزد. چی میگی تو؟ نان از آن میخوری، خدمت با فرمان میکنی؟ نمک حرام. نه ما کاری نکردیم. ما جاسوس نیستم. دروغ بگم. چوری کار کردی؟ رستم چی کنم؟ ختمش کنم؟ رستم عجله کو بکشیشه. نه نادر، عجله کار شیطان است. من میفهمم در حقش چی کنم. خواهین من نیستم، خواهین شما هستی. قاتل بدرم تو هستی. حالی که فهمیدی حالی ما برای کنم. ببرشو. من گفتم از بین ببرش. ببین بچه ها رسنده تو را. نادر به خودم میفهمم راش چی کنم. تو میخواستم میشه فرار کنی؟ تو میخواستم من بکشی؟ بله. تو که خون داره که بس میخوایم بکشم بدم. نادر نه این قضیه نمیکشم. من دیگه چی میکشم؟ دیگه نادر بالا ایرا امروی به زبان بکشش. من غفار کشتم. رو بیان میکشم. بریم بچه. گوش کو شاهان فرمان امروی بغاوت کده. من شما میتونم بغاوت چیست؟ نه رستم غفار زنده است. از پیش من خطا نمیره.
غفور برخوره که آمده غفور نادر این طرف برین شما این طرف برین
زبان نخوری چرا صاف جور میکنم تا اگر واقعا مرد هستی فنچه تا بنداز که تو معلوم کنه تا پیزا خوش نمیا کلمه تا بخوام که محتاج تو هم جای تو خواهیست فردا که بیایی به سراغم نفسی نیست سراغم نفسی نیست امروز که محتاج تو هم جای تو خواهیست فردا که بیایی بس سراغم نفس نیست سراغم نفس نیست رستم کجا فرار میکنی؟ در زمین برید از گوشایت میگیرم داسمان بری از لنگایت دیگر راه فرار نداری نه نکش من نه نکش من هر چی میگی بردازر من نه نکش نه تو لیاقت زنده بودن نداری تو بیسته آزم کنی سر بیادرم سر خدا او شکر بیچاره چه گناه داشت که تو از بین بودی شد نه تو باید از بین بودی فرمان منم میکشی
الحكيوت صاير بحلم فيها. جنن 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 الله يكرمني 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 فيها. الله يكرمني فيها.